حسنه بفهمی. آقا عطابکی بفهمی. سلام عزیز، حالت خوبه؟ سلام قربان شما. قربونت برم. قربونم سیبیلات. ممنونم. فدات بشم. چه خوشگلی تو. این که جدید نیست که همه اینو میدونن. آقا عطابکی من یه سوال دارم از شما. بفهمی. اگه شما رئیس جمهور ایران بشین، عکس خمینی رو از روی اسکناس 1000 تومانی بردارین، عکس خودتون رو میذارین یا میمونو؟ چون خیلی شبیه میمون هستین شما. خیلی ممنون از محبت شما. امیدوارم حالا ببینیم جواب شما کی تاثیر میکنه، شما میمونی یا من میمونم. اینو میذاریم به سوال بینندگان عزیز بر ما. آقا عطابکی بفهمید. چیزه من این آقای قبل این آقای بیشوری که زنگ زد یه دونه بحث قشنگی رو انداخت، من می‌خواستم اون ادامه بدم عزیز. بفهمید. شما سیبیلاتون به کجا کش میاد؟ ای بابا. ممنون میشم لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. فعلا